درود دوستان، وقتتون بخیر. قبل از شروع ویدیو بهتون بگم که ما کلاس‌های آموزشی ساخت محصول با استفاده از مدل‌های مختلف هوش مصنوعی داریم و تو این کلاس یاد می‌گیریم که چطور با استفاده از هوش مصنوعی نرم افزار، بازی، اپلیکیشن و ایده‌هایی که داریم رو پیاده‌سازی کنیم. خوشحال میشم که تو این کلاس با ما همراه باشیم. برای شرکت در کلاس به این اکانت تلگرام پیام بدین. خب، بریم برای ویدیوی امروز. درود بر شما دوستان. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه بازی جالب به اسم اوتلو یا بهش ریورسی هم میگن. میخوایم با هم دیگه این بازی رو با انواع مدل‌های هوش مصنوعی پیاده سازی کنیم و ببینیم که کدومشون بهتر میتونن برای ما این بازی رو بسازن. و فکر میکنید چه پرامپتی میخوایم بهش بدیم؟ خیلی جالبه. I want an Othello game. فقط میخوایم این پرامپت رو بهش بدیم و ببینیم که کدومشون برای ما میتونن بهتر این بازی رو بسازن. ما این پرامپت رو به همشون میدیم. به چت جی پی تی میدیم I want an Othello game. به کلاد سونت 4.5 میدیم I want an Othello game. به گوگل AI استودیو جمینای 3 پرو پریویو میدیم. به جمینای میدیم جمینای پرو و جمینای پرو امروز من لیمیت خوردم، میدیم جمینای فست. اوکی، مشکل نیست. ولی خب توی گوگل ای استودیو اینجا داره با جمینای 3 پرو کار میکنه، اینجا داره با جمینای 3 فست کار میکنه. خب جمینای اومد رفتش کد جالبی به ما تحویل نداد توی این پرامپت. ما فقط میخوایم همین پرامپت رو بدیم، هیچ چیز دیگه فعلا نمیخوایم بگیم. به دیپسیک این پرامپت رو میدیم I want an Othello game و از همه جالبتر میخوایم به GLM 4.7 هم این پرامپت رو بدیم. ببینم دارک مودش میتونم کنم. فکر کنم دارک مودش کجا باشه؟ توی ستینگ. آره اینجا میتونم دارک مودش کنم. خب پس GLM 4.7 که تازه اومده میخوایم این پرامپت I want an Othello game هم بهش بدیم. ببینیم که کدومشون برای ما بازی بهتری از اوتلو درست میکنن. اوتلو این بازی هستش که اینجا بهتون نشون دادم، بهش ریورسی هم میگن و وقتی که بازی درست شد بهتون میگم که این بازی چطوری کار میکنه. خب چت جی پی تی برای من بازی رو ساخت. من اگه روی پریویو بزنم برای من نشون میده. ببینیم چت جی پی تی برای من چی ساخته. خب تا چت جی پی تی اجرا بشه من برم کار بقیه رو ببینم. کلودم مثل این که واسه من کارو تمام کرده. خب کلودم داره اجرا میگیره. گوگل جمینای که توی سایت جمینای جوابایی که میده جالب نیست، ولی توی گوگل ای آی استودیو بهتر جواب میده. توی گوگل ای آی استودیو هم اومده برای ما با پایتون بازی اوتلو رو درست کرده. خب بذار ببینیم چه جوری درست کرده. برای ما با تکینتر و با پایتون درست کرده. خب من جمینای رو تو سایتش پاک میکنم. بریم ببینیم دیپسیک چیکار کرده برامون. دیپسیک هم رفته اینکه با پایتون بیاد این بازی رو برای من حل کنه و با استفاده از پای گیم. خب بریم ببینیم Z.AI چیکار کرده. خب Z.AI اومده داره با HTML و CSS و جاوا اسکریپت داره این کار رو واسه من انجام میده. این چیزی که خودم بیشتر ترجیح میدم که این بازی رو فعلا به صورت HTML و CSS و جاوا اسکریپت داشته باشم. خب کار چت جی پی تی رو میبینیم. ببینید این بازی اینجوریه که وقتی که یه دیسک سفید اینجا هست و یه دیسک سیاه، من الان فکر میکنم به عنوان سیاه باشم. اگر من مهره سیاه اینجا بزنم، هرچی مهره سفید یا دیسک سفید بین دو تا مهره سیاه هست تبدیل به سیاه میشه. خب این چت جی پی تی اومده یه جوری کرده که هم وایت و هم بلک رو خودم بازی کنم. یعنی من اینجا باید هم وایت و هم بلک رو خودم بازی کنم. ببینید اینجوریه بازیش. من اگه بیام سیاه رو اینجا بذارم، این مهره سفید که وسط بود سیاه میشه. سفید رو اگه من این بالا بذارم، هرچی مهره سیاهی که بین دو تا مهره سفید بود سفید میشه. خب چت جی پی تی اومده برای من این خروجی رو داده. بذار یه پرامپت بهتر بهش بدیم. بهش بگم که I want the game look more realistic like board game.
بذار ببینم چت جی پی تی چه آپدیتی روش انجام میده و بریم کار کلود رو ببینیم. کلود اومده این خروجی رو به من تحویل داده و اینجا هم به من یه هینتی میده که من کجا میتونم بذارم. ببینید من اگه سیاه رو اینجا بذارم، مهره سیاه اینجا بذارم، مهره سفیدی که بین دو تا سیاه میشه. ببینید اینجا هم من بایستی خودم به عنوان سفید بازی کنم. درسته؟ میبینید الان من سیاه رو اینجا بازی میکنم، دوباره سفید رو اینجوری بازی میکنم و بازی رو خوب برای من در آورده. خب من اینجا میخوام به کلود بگم که I want to have options to play against computer or human. یعنی من میخوام این آپشن رو داشته باشم که انتخاب کنم که با کامپیوتر بازی کنم یا هیومن. اینو من به چت جی پی تی هم میگم. خب به چت جی پی تی گفتم که بیشتر من میخوام شبیه بورد گیم بشه، اومده اینجوری واسه من درست کرده. خب سفید اینجوری میتونم انتخاب کنم، سیاه، دوباره سفید، سیاه. خب اینجا بهش میگم که من میخوام که این آپشن رو داشته باشم که بتونم با کامپیوتر بازی کنم یا با هیومن، یعنی بتونم با کامپیوترم این بازی رو داشته باشم. خب ثبت می‌کنیم تا کلود اینو واسه ما پیاده سازی کنه. گوگل ای آی استودیو که اومد اینو با پایتون واسه ما درست کرد، ولی Z.AI GLM 4.7 خروجی قشنگتری به ما میده. من میخواستم اینو به شما بگم که واقعا Z.AI فوق‌العاده است، یعنی شاید یکم کند باشه ولی خروجی خیلی قشنگی به شما میده. من میتونم راحت اینجوری بازی کنم و این میاد خیلی حرفه‌ای، حتی فلیپ هم برای من میکنه، یعنی مهره ها رو برای من یه حالت انیمیشنی فلیپ هم میکنه. خب فقط من باید بهش بگم که فلیپ من میخوام که خیلی بهتر باشه، فلیپ انیمیشن هم بهتر باشه. I want Flip animations be faster and more precise، یعنی با دقت بیشتری باشه. فکر میکنم انگلیسیش درست نوشتم. and look more realistic. خب بعد بهش بگم که I want the board have the border, the black border around each cell، یعنی دور هر کدوم از سلول ها، یعنی خونه ها توی این بورد من میخوام بوردر سیاه داشته باشم. و نکته دیگه هم که میخوام I want flipping I want that disk flipping step by step and one after another. یعنی چی؟ یعنی من میخوام دیسکام یکی پس از دیگری فلیپ بشن. خب بذار من این پرامپت رو بهش بدم ببینم که Z.AI واسه من چی کار میکنه. توی گوگل ای آی استودیو، نه توی دیپ سیک، اینم بهش میگم که I want Othello game in HTML, CSS and JavaScript. خب اینو ما به دیپ سیک میگیم چون با پایتون واسمون نوشته، به گوگل ای آی استودیو هم میگیم. این وسط قبل از اینکه گوگل ای آی استودیو بیاد با HTML CSS جاواسکریپت برامون بنویسه، من میام یه دونه پوشه اوتلو درست میکنم، اوتلو. خب بعد میام یه دونه چی درست میکنم، یه دونه فایل درست میکنم، اسمشو میذارم otello.py. چرا؟ چون گرافیکیه و از تکینتر استفاده کرده. من py میذارم که برای من دیگه کامند پرامپت رو باز نکنه. خب من اگه otello.py رو اجرا بگیرم، به به واقعا چه اوتلو گیم خوبی رو برای من توی پایتون درست کرده، ولی از نظر گرافیکی یه ذره پایین تره. سرعتش بیشتره ولی از نظر گرافیکی یه ذره پایین تره. ولی خب من توی پایتون
نمیخواستم، فقط خواستم بهتون نشون بدم که اگه کد پایتون بهتون داد چجوری میتونین اجرا بگیرید. خب من میام برمیگردم به چت جی پی تی. چت جی پی تی به ارور داده، به ارور خورده. خب دیگه چت جی پی تی رو ادامه نمیدیم، میایم روی کلاود. کلاود اومده چیکار کرده؟ میتونیم سخت و ایزی و مدیوم و هارد بذارم، درسته؟ من پلی ویس کامپیوتر رو انتخاب میکنم، اومده اینو واسه من درست کرده. خب من اینو میذارم اینجا. بعد حالا کامپیوتر انتخابشو چرا انجام نمیده؟ کامپیوتر انتخابش انجام نمیده. من باید بهش بگم که the computer don't respond. خب I want to implement the computer actions against myself. خب ببینیم چیکار میکنه. ببینید کلاود الان نیومده، حرکات کامپیوتر رو پیاده سازی نکرده که بیاد کامپیوتر با من بازی کنه. ولی ببینیم که Z.AI داره چیکار میکنه. Z.AI داره کدا رو مینویسه و خب داره فعلا کدای جاوا اسکریپت رو مینویسه و به دیپسیک و گوگل AI استودیو هم گفتیم که چیکار بکنه. خب گوگل AI استودیو اومد کدو برای مدل، یعنی به سبک HTML و CSS و جاوا اسکریپت پیاده سازی کرد، درسته؟ میام کپی میکنم چون همه رو تو یه دونه قرار داد به نام otello.html. خب میام اینجا تو همین پوشه‌ای که درست کرده بودم میام اینجا یه دونه فایل otello.html درست میکنم. کل کدا رو اینجا کپی میکنم و میام اینجا میبینم که چیکار کرده. خب این کار گوگل AI استودیوه و خب هم به عنوان بلک و هم به عنوان وایت من باید بازی کنم ولی خوب داره کارو پیش میبره، یعنی جالب کارو پیاده سازی کرده. و اینجا نیو گیم هم بزنم دوباره از اول برای من اجرا میگیره. خب بریم ببینیم بقیه چیکار کردن. Z.AI چیکار کرده؟ ببینید Z.AI اومده بوردرای دورور هر خونه رو درست کرده و اینجا خودش میگه که VS CPU میخوای یا تو پلیر میخوای. من میام VS CPU انتخاب میکنم، درسته؟ یه نیو گیم میزنم. حالا ببینید من اینجا اینو انتخاب بکنم، نفر بعدی رو خود کامپیوتر، یعنی کدای کامپیوترش هم نوشته. خب ببینید فقط یه مشکلی که داره که من هم خونه اول که میاد، ببینید من اینجا انتخاب میکنم یه ذره جابجا میشه. خب یه ذره جابجا میشه. خب من اینجا بهش میگم، ولی خیلی خوب پیاده سازی کرده، یعنی کلا کدای کامپیوتر رو پیاده سازی کرده و عالی پیش برده. خب من اینجا بهش میگم که when I click in the cells to add new disk or when computer added new disk. خب it takes a second to یا بهتر اینجوری بگیم at first the display and یا بهتر بگیم the position of the disk is not stable. Fix this issue. ببینیم میتونه متوجه بشه که منظور من چیه. منم خودم منظورم رو زیاد خوب بهش نرسوندم. فقط یک نکته ای، حالا من نمیدونم چون اینو نوشتم این به ارور خورد، خوب کارو انجام نمیده، یعنی الان دیسکا رو هم انجام نمیده. حالا بذار ببینیم توی کد جدیدش اینو متوجه میشه یا نه. تا این Z.AI بیاد اینو درست کنه، من میام تو گوگل AI استودیو، میام تو دیپسیک، میام کد دیپسیک رو میبینم. دیپسیک اومده
کد رو بهم داده. حالا بذار ببینم که آیا همه رو توی یه فایل درست کرده. نه، همه رو توی یه فایل درست نکرده، توی فایل جداگانه درست کرده. خب حالا من اگه بخوام اینجوری تو فایل جداگانه درست کرده رو بگیرم باید چیکار کنم؟ البته یه گزینه ران هم داره. بذار ببینم اینجا توی خودش میتونم ران بگیرم. اینجا ران رو بگیرم، بذار ببینم میشه یا نه. خب این ببینم CSS هم باید جدا ران بگیرم. نه، این فقط HTML رو ران میگیره. خب اگه بخوام کلش رو ران بگیرم، من اینو باید کپی کنم، بیام اینجا توی پوشه‌ای که درست کرده بودم اینا رو توی otelo.html، حالا فقط این فایل HTML رو داره. خب حالا بایستی بیام گیت پش رو باز کنم، دو تا فایل دیگه هم بسازم، touch style.css و touch code.js. خب این دو تا فایل رو میسازم و میام چیکار میکنم؟ میام کد CSS رو کپی میکنم توی CSS، درسته؟ و میام حالا کد JS هم کپی میکنم. ببینم دیپسیک برای من چیکار کرده. خب این کدم کپی میکنم، میام اینجا پیستش میکنم. حالا میام کد HTML هم رو یکم درست میکنم، کد جاوا اسکریپت هم کد.js. خب استایل هم چیه؟ style.css. خب حالا همین میتونم برنامه رو اجرا بگیرم و ببینید عجب بازی درست کرده واسه من دیپسیک. فقط اینجا بلک و وایتش درست نیست، ولی فقط مشکلی که داره اینه که من هر بار که اجرا میگیرم دوباره همه رو از نو میاد میکشه. من همچین چیزی رو نمیخوام، ولی جالب پیاده سازی کرده. و حالا باید بهش بگم که حالا من باید بتونم با کامپیوترم بازی کنم و از این حرفا. ولی بریم به z.ai ببینیم z.ai واسه من چیکار کرده. بیام تو قسمت کدش ببینیم که داره چیکار میکنه. خب داره درست میکنه. خب مثل اینکه داره کد جدید رو اجرا میگیره. حالا بذاریم ببینیم که این کارش تموم باید بشه یا نه. خب تا این تمام بشه پس ما دیپسیک رو دیدیم که چه خروجی به ما داد. گوگل AI استودیو هم دیدیم. خب کلود هم این خروجی که بهش گفته بودم مثل این که یه مشکلی احتمالاً داشت. خب بریم دوباره پلی ویس کامپیوتر رو بازی کنیم ببینیم که چی کار میکنه. خب این باز کلود نتونست با کامپیوتر رو پیاده سازی بکنه، یا فکر میکنم شاید هم طول بکشه. ولی خب نباید انقدر طول بکشه چون بازیش اونقدر سخت نیستش. واسه همین فکر میکنم که نتونسته درست پیاده سازی کنه. چت جی پی تی هم که به ارور خورد، ولی z.ai بریم ببینیم که چی کار کرده. خب z.ai داره واسه ما کار پیاده سازی میکنه. واقعا من امروز داشتم با مدل‌های مختلف هوش مصنوعی کار میکردم و واقعا متوجه شدم بهترین خروجی رو z.ai میده. یعنی توی انواع بازی ها شما میخواید بازی های مختلف رو که درست بکنید، z.ai واقعا خروجی خوبی به شما میده، هم از نظر گرافیکی و هم از نظر منطقی و لاجیکال. یعنی کدایی که به شما میده فوق العاده است. یعنی دیدی که من به انواع مدل‌های مختلف هوش مصنوعی گفتم که بیا من با کامپیوتر بازی کنم، کلود این کارو نکرد و درست کار نمیکنه. به دیپسیک و گوگل ای استودیو و چت جی پی تی که بهش گفتم به ارور خورد. دیپسیک و گوگل ای استودیو رو نگفتم فعلا، ولی خروجی که گوگل ای استودیو و دیپسیک بهم دادن از نظر گرافیکی قشنگ نبود. ولی مدل GLM 4 و 7 توی z.ai فوق‌العاده داره خروجی خوبی میده. شاید یه ذره کند باشه، ولی به نظر من کندیش به معنی ضعیف بودنش نیست. من فکر میکنم این کندیش به خاطر اینه که داره سنگ تموم میذاره، داره بهترین چیزی که میتونه رو تحویل ما میده. ولی ما وقتی مثلا با چت جی پی تی پرامپت میدیم، خیلی سریع فقط میخواد ما رو از سر خودش رفع کنه. خب ولی z.ai اینجوری نیست. z.ai داره
سنگ تموم میذاره دیگه، بهترین چیزی که میتونه ارائه بده رو به ما تحویل میده. واقعا فوق العاده است. حتی الان که تا همین الان خروجی که به ما داره میده به نظر من خیلی با کیفیته، خیلی خوبه. ببینید کل کدا رو به من تحویل داد، نزدیک 624 خط توی HTML CSS جاوا اسکریپت توی یه فایل نوشت. خب حالا من با VS CPU میزنم ببینیم چیکار میکنه. فیلیپو خیلی خوب انجام داد. یه ذره هنوز رو دیسپلیش مونده ولی من حالا میشه حلش کرد. ولی من صبح که اومدم یه ذره هم کدش ایراد داره. بعد بهش بگم که the core JS code for flipping the disks have bug and not flip all the disks that should flip it. خب فعلا همینو بهش بگم که کور JS که نوشتی برای فلیپ دیسکا باگ داره و همه اونایی که باید فلیپ بکنه رو فلیپ نمیکنه. ببینید الان اینجا من اگه مثلا اینو بزنم اینو فلیپ نمیکنه و به مشکل میخوره. خب بهش گفتم که اینو حل کن واسم، ولی شما باورتون نمیشه من صبح بهش همین بازی رو دادم، همین پرامپت رو دادم و بهش گفتم که بیا اینو واسم درست کن. ظاهری که درست کرد تقریبا تو همین مایا بود، ولی کاملا اصلا تو همون اولین بار هیچ اروری نداشت و اینجوری نبود که مثلا من بیام اینو انتخاب بکنم و این مهرهای سفید رو فلیپ نکنه. ولی الان من بهش گفتم که بیا من یه مشکلی خوردم و بیا اینو واسم برطرفش کن. خب تا اینو واسم برطرف کنه من بیام توی گوگل AI استودیو و بهش بگم که I want the options to be able to play against computer or human. خب I want all the code in one file و بهش بگم که also I want flip animations of disks when change color. خب when change color I want the flipping animation of disks خب look realistic و بهش بگم که also I want to flip the disks step by step and one after another when there are more than one disks to flip. خب این پرامپت جالبی شد. من این پرامپت رو به این میدم، به دیپسیک هم میدم، چون الان بهش گفتم که تمام کد رو توی یک فایل بهم بده. خب حالا همینو من دوباره به کلودم میدم ببینم که کلود دوباره چی کار میکنه. خب به گوگل ای استودیو هم دادم، به کلود به دیپسیک هم دادم. خب Z.AI GLM 4.7 داره اون کاری که بهش گفته بودم که انجام بده رو انجام میده. مشکلی که بود بهش گفتم کد JS برای فلیپ کردن مشکل داره و دیسکایی که باید فلیپ بکنه رو فلیپ نمیکنه. بیا این کد درست کن. بهش گفتم فیکسش کن اینو. خب این داره 400 500 خط می‌نویسه. فکر می‌کنم دیگه تمام میشه. احتمالاً فکر می‌کنم این برنامه تا 700 خط دیگه تمام بشه. حالا صبر می‌کنیم تا کل این کدا رو واسه ما بنویسه. کدای دیپسیک و گوگل AI استودیو هم توی این پرامپت جدیدی که دادیم رو هم بررسی می‌کنیم. توی این پوشه بررسی می‌کنیم. دیگه فایل CSS و JS رو نمی‌خوایم چون بهش گفتیم که توی یه تگ فایل بده. این میاد همه رو توی یه فایل HTML به ما میده. خب گوگل AI استودیو تموم کرد کارو. من بیام
نتیجه گوگل ای استودیو رو یه چک بگیریم با هم. فایل HTML رو باز کنیم. جالبه. خب اینجا میگه پلیر ویس کامپیوتر. خب پس الان دارم با کامپیوتر بازی میکنم. من چیم؟ من بلکم. خب بیام اینجا اینو انتخاب بکنم. فلیپینگو خیلی خوب انجام داد. باریکلا. فلیپینگو خیلی خوب انجام داد. من میام الان اینو انتخاب بکنم. فلیپینگو خیلی خوب انجام داد بچه‌ها. فکر نمی‌کردم واقعا جمینای 3 روی گوگل استودیو الان این کارو اینقدر خوب جواب بده. خب پس اینجا فلیپینگو درست انجام داد و کور کدم واقعا درسته. ببینید همه رو داره درست فلیپ میکنه. واقعا باریکلا. فکر نمی‌کردم. من صبح که با گوگل ای استودیو کار کردم انقدر خوب به من جواب نداده بود. و این میدونیم ما چه نتیجه میگیریم. نتیجه میگیریم که بچه اصلا واقعا باعث خیلی کار کرد. یعنی تو اولین جوابی که میگیریم نباید ناامید بشیم بگیم مثلا گوگل استودیو به ما جواب نمیده یا جواب خوب نمیده. خب باعثی کار کنیم باش و نگران نباشیم از این جهت که بگیم که مثلا الان گوگل ای استودیو یا جمینای 3 به ما جواب خوبی نداد، کلا جمینای 3 به درد نمیخوره. حالا دلیلش خودم نمیدونم که چرا مثلا بعضی موقع ما نتیجه خوبی میگیریم از جمینای 3 روی گوگل ای استودیو، یه بار جواب خوبی نمیگیریم. مثلا من صبح که با GLM 4.7 کار کردم، روی اولین خروجی واقعا بهترین و دقیق ترین خروجی رو گرفتم و هیچ مشکلی نداشت. اصلا من نیاز به پرامپت دوم نداشتم، فقط پرامپت دوم سوم دادم که فیچر اضافه کنم. اصلا کد من خطا نداشت. ولی خب الان دوباره تست بگیریم. خب بزنیم VS CPU. خب VS CPU یه بازی جدید، درسته؟ اینو بزنیم. هنوز دیسپلیش مشکل داره ولی کور کدش دیگه فکر میکنم درسته. آره کور کدش رو درست واسه ما درست انجام داده، ولی این لحظه دیسپلیش خیلی عجیبه واسم که چرا. هنوز کور کدش پس مشکل داره. هنوز کور کدش مشکل داره. خیلی عجیب بود واسم. ولی خب بیایم یه کار دیگه کنیم. من بیام اینو کلا ببندم. I want an Othello game، درسته؟ همینو بیام دوباره بهش بدم. دیپ سینک هم مثلا فکر کنم فعال کنیم خوب باشه. دیپ سینک رو فعال کنیم. خب I want an Othello game. حالا بیایم پرامپت هایی که جای مختلف دادیم و بیایم بهش از اون پرامپت ها بیایم استفاده کنیم. نظرتون چیه؟ بیایم اینجا بهش بگیم که خب من این پرامپت رو هم میخوام استفاده کنم. این پرامپت کجا بود؟ بریم بالا سریع تند ببینیم کجا بود. ببینید اینجا. این تیکه رو هم من کپی میکنم چون این پرامپت خوبی بود. خب و میخوام یه بار پرامپت کامل تر بهش بدم. I want the options to be able to play against computer or human. I want all the code in one file. Also I want flip animations of disks then change color. I want the flip animations of disks look realistic. Also I want to flip the disk step by step and one after another when there are more than one disks to flip. خب بعد بیایم اینجا دیگه ببینیم چی بهش گفته بودیم. از چیزایی که بهش گفته بودیم و اینم بهش بگیم. I want Othello game in HTML, CSS and JavaScript. اینم بهش بگیم. خب ببینیم همینه چی کار میکنه. خب من این پرامپت رو دوباره بهش میدم، ولی این پرامپت رو دوباره بار کاملتر میدم. ولی بچه‌ها خروجی گرفتن از هوش مصنوعی کاملا تصادفیه. اینم باید در نظر بگیریم. یعنی ما الان مثلا توی گوگل ای استودیو این خروجی رو به ما داد که راضی بودیم ازش. خب ممکنه که دوباره بخوایم همینو ازش یه چیز دیگه به ما بده. واسه همین خروجی هایی که از هوش مصنوعی میگیرید و همیشه ذخیره داشته باشید و مطالعهش کنید، کداشو نگاه کنید، ببینید که توی در واقع کدها چجوری داره درست عمل میکنه، واسه هر فانکشن داره چه کار میکنه که خودتونم اطلاعاتتون توی برنامه نویسی بالاتر بره. خب این از این. حالا دیپسیک رو تست نگرفتیم بچه‌ها. بریم دیپسیک رو تست بگیریم. خب دیپسیک باید کانتینیو بزنم تا بیاد ادامه کار رو انجام بده. Z.ai داره دوباره از نو. ببینید یه نیو چت باز کردم.
که دوباره بیاد در واقع تاس رو دوباره بندازه. شانس دوباره به GLM 407 دادم تا بیاد دوباره خودشو نشون بده. و دیپسیک هم امتحان میکنیم. کاری که به کلود گفته بودم، فکر کنم کلود خوب هنوز کار نکرده. بیایم یه کاری کنیم. زداد AI تحویل داده به ما، ولی ما بیایم یه کاری کنیم. بیایم این پرامپت رو کپی کنیم و دوباره میخوایم بدیمش به کلود. یه شانس دوباره به کلود هم بدیم، ببینیم که کلود چی کار میکنه. و بیایم زداد AI یه نگاه بکنیم. خب ببینید، خب هنوز مشکل اون دیسپلی رو داره، ولی ببینیم که کورش هنوز کار میکنه یا نتونسته. بزنیم VS Human با VS کامپیوتر، با کامپیوتر بازی کنیم ببینیم که چی کار میکنه. خب فعلا که درسته. ببینید الان دیگه کورش رو درست کرده، دیگه اون مشکلی که توی هستش داشت و نداره. ببینید الان مثلا من اینو بزنم، این دوتا فلیپ میشن، دیگه مشکل توی هسته رو نداره. خب ولی نمیدونم چرا وقتی که من کلیک میکنم این دیسک خوب جاگذاری نمیکنه. حالا یه نکته بچه‌ها، یه وقتی که این کد رو دارین، درسته، کدش رو اینجا دارین، یک مشکل خاصی داره، هر چقدر که به GLM میگین درست نمیکنه. من این کد رو کپی میکنم. خب یه دونه پرامپت به این کد رو کپی میکنم، میام توی نوتپد پلاس پلاس، نوتپدم میام پیستش میکنم که این کد رو تا اینجا داشته باشم. اول به همین خود GLM 407 میگم که there is an issue on placing the new disk in the board. خب when I click when me or computer خب insert the new disk in the board, there is it seems یعنی به نظر میرسه there is some issue on placing and positioning the disk. Fix the issue. خب این پرامپت رو به خود GLM 407 میگم ببینم میتونه این مشکل رو حل کنه یا نه. اما میام چیکار میکنم؟ میام به AI استودیو کلا یه دونه چت جدید باز میکنم، میام اول این پرامپت رو بهش میدم، بعد میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ 3 تا بکتیک میزنم، این کدی که از GLM گرفته بودم و بهش میدم که بیاد تغییرات و فیکس رو روی این اجرا کنه. خب حالا من کل این پرامپت رو کپی میگیرم، یه بار به گوگل AI استودیو میدم. خب راستی دیپسیک رو تست نگرفتیم. یه بار به گوگل AI استودیو میدم. خب این کلودم لیمیت خورد ولی برام انجام داد. بذار ببینیم چجوریه. خوب انجام نمیده. فیلیپشو هنوز خوب انجام نداده. ببینم آیا کدشو نصف کار نوشته که فیلیپو خود انجام نداده؟ نه، کدو کامل نوشته اما به لیمیت خورده. ولی من اکانت های مختلف کلود دارم که اگر به لیمیت خوردم برم روی اکانت دیگه، اینم شما داشته باشید. ولی یه خوبیه گوگل AI استودیو اینه که لیمیت نداره. شما هر چقدر که دلتون بخواد میتونین ازش استفاده کنید. بذار ببینیم که پس الان فقط یه دونه به گوگل AI استودیو دادیم، گفتیم که بیا اینو فیکسش کن، و یه دونه هم به زداد AI هم دادیم، گفتیم اینو فیکسش کن. مثلا ببینیم این پوزیشنینگ دیسک جدید، مهره جدید رو درست میکنم واسه ما یا نه. تا درست بکنم ما بیایم کاری که دیپسیک کرده رو ببینیم دیپسیک واسه همون چیکار کرده. خب کاری که دیپسیک واسه همون کرده این بوده. خب زیاد جالب نیست، خیلی ایراد داره و اگه بخوایم درست کنیم خیلی کار داره. پس بهتره بیایم روی مدل‌های دیگه کار کنیم. خب گوگل AI استودیو یکم دیگه مونده تا کارو تموم کنه.
خب و Z.AI هم داره واسه ما کار میکنه. پس تا الان بهترین مدلایی که دیدیم یه دونه گوگل AI استودیو بوده و یه دونه Z.AI بوده. خب به کاری که گوگل AI استودیو کرده روی کد کی؟ روی کد GLM47. ببینیم چی کار کرده. اینا که از قبل بودن. خب بیایم اینو باز کنیم. ببینید این کاری که گوگل AI استودیو کرده روی کد GLM47. ببینیم مشکل پوزیشنینگ رو درست کرده یا نه. درست کرده بچه‌ها. دیدید جمینای 3 واقعا قویه و مشکل پوزیشنینگ دیسک جدید رو کامل درست کرده و الان ما به طور کامل بازی اوتلو رو خیلی دقیق و درست داریم با کور کاملا صحیح. واقعا جالبه بچه‌ها. خیلی یه بازی اوتلو رو اومدیم با یه ذره زحمت، با یه ذره پرامپت درست کردیم و تمام بچه‌ها. خیلی جالبه. و دیدید که اگر یه وقتی مشکلی داشتید برای پیاده سازی میتونید کدها رو بین مدل‌های مختلف هوش مصنوعی پاس بدید. مثلا من دیدم که این مشکل رو Z.AI نمیتونه برطرف کنه، دادمش به گوگل AI استودیو، کدش رو کپی کردم، با پرامپت تحویل گوگل AI استودیو دادم تا درست کنه. حالا ببینید پس گوگل AI استودیو درستش کرده بود. دیدید من کامل میتونم روی این بزنم و کامل درست پوزیشنینگ رو درست کرد. بذار ببینیم خود Z.AI درست کرد یا نه. آره خود Z.AI هم درست کرد. چرا؟ چون پرامپت دقیق دادیم. خود Z.AI هم درست کرد و الان ما بازی اوتلو رو داریم. و کدش چند خط طول کشید؟ بذار ببینیم که چند خط نوشته کد برای ما. 684 خط، تقریبا 700 خط برای ما کد نوشته، ولی بازی بسیار دقیق شده و جالب شده. خب من یه دونه هیومن ویس کامپیوتر بزنم، یه دونه بازی رو با هم دیگه انجام بدیم ببینیم که چه جور انجام میشه. واقعا جالبه، یه بازی خیلی دقیق. الان من اگه روی این کلیک کنم تمام این سفیدا بایستی برگردن فلیپ بشن و سیاه بشن و این کارم اتفاق میفته. خب پس تمام مشکلات رو درست کردیم، کورش رو برای خودمون درست کردیم و حتی پوزیشنینگ دیسک جدید، مهره جدید وقتی می اومدم با پرامپت دقیق درست کردیم و هر چیزی که میخواستیم رو گرفتیم بچه‌ها. الان من روی اینجا اگه کلیک کنم تمام این 4 تا مهره بایستی فلیپ بشن و سیاه بشن. میبینید که این اتفاق میفته. و توی کدی هم که گوگل AI استودیو بهمون داد داریم میبینیم که خیلی دقیق و درست کار میکنه و هم پوزیشنینگ مهره جدید درست قرار میگیره سر جاش و هم کور بازی اوتلو روی کامپیوتر و در واقع بازی انسانی داره درست و دقیق کار میکنه. خیلی جالب شده بچه‌ها. خب این ویدیو رو من تا همینجا تمام میکنم چون تونستیم بازی اوتلو رو به کمک مدل‌های مختلف هوش مصنوعی گوگل AI استودیو که داره با جمینای 3 پرو کار میکنه و مدل GLM47 روی Z.AI این بازی رو پیاده سازی کنیم. امیدوارم که دوست داشته باشین و براتون آرزوی موفقیت دارم.